مردی آمد پیش حسن بصری رحمه الله، فرمود من شنیده‌ام که هر معصیت و گناه کیفر و مجازاتی را در همین دنیا دارد. من خب بیخی زیاد گناه کردم اما هیچ مجازاتی را نمیبینم. حسن بصری رحمه الله فرمودن یا بنی کم عاقبک الله و انت لا تدری، چقدر خدا تو را عذاب داده است و تو خبر نداری. بعد فرمودن الم یسلبک حلاوت مناجاته، آیا شیرینی مناجات را از تو نگرفته است؟ شیرینی طاعت و بندگی را از تو نگرفته است؟ بعد فرمودن الم تمر علیک الایام دون ان تقرأ القرآن، آیا چند روز نمیگذرد که قرآن را تلاوت نمی کنی؟ بله همینطور هست. گفت الم تمر علیک اللیالی الطوال و انت محروم من القیام، آیا چند روز چند شب بسیار دراز بر بالایت نگذشته است که یک شب هم بلند نشوید برای نماز تهجد؟ همینطور نیست؟ گفت بله همین قسم است. گفت الم یمسک لسانک عن ذکره، آیا زبان تو را از یاد الله باز نداشته است؟ ای زبان ذکر می کند؟ گفت نه بسیار کم. گفت الم تشعر بثقل الطاعات علی قلبک، آیا احساس سنگینی طاعات را بر قلبت نمی کنید؟ گفت بله همین قسم است. گفت الم تسهل علیک الغیبة والنمیمة والکذب، آیا بر تو غیبت و سخنچونی و دروغ گفتن آسان نشده است؟ گفت بله بسیار، ما به راحتی هم غیبت میکنیم و هم دروغ میگوییم و هم همه چیز اینا میشود. فرمود فکم عاقبک و انت لا تدری، چقدر تو را عذاب داده است خود خبر نداری. اینها همه عذاب رب العالمین است. تو فکر میکنید که من بازی دادم و فریب دادم دیگران را، ولی الله تو را در جایی میزند که تو باورت نمیآید. حسن بصری رحمه الله در جای دیگه میفرمایند من لم یتأدب مع الله فوق الارض ادب الله تحت الارض، کسی که در روی زمین با خدایش با پروردگارش ادب نداشته باشد، الله سبحانه و تعالی در زیر زمین او را با ادب میگرداند، او را ادب میدهد. الله نجات بدهد.